خرچنگ داری چی کار میکنی؟ سلام باب، داشتم از خمیر دندون قدیمی که پیدا کردم واسه پر کردن این سوراخ استفاده میکردم. باید یه حرفه‌ای این کارو بکنه. آخه چرا این حرفو میزنی عزیزم؟ چون اینجوری فقط باید بیشتر از یه بار تعمیرش کنه. خب چه تعمیری داره؟ تعمی نداره، فقط دارم سوراخ دیوار رو پر میکنم. منظورم خمیر دندونه. اوه فکر کنم این وای ببین آقای خرچنگ، اون سوراخ کوچولویی توی دیوار سایزش یکم بزرگتر شد. وقتشه یکم نخ دندونم بکشی.